پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با صحابگان نشسته بودند. یک شخصی را نظرشان گرفت که با سواران شتر خود می اومدند و گفت با شتر چیکار کردی؟ گفت توکلش را به خدا کردم. گفت پیامبر با آوازی بلند با توکل زانوی اشتر ببند. درود خدا بر شما و بر تماشابینان عزیز. السلام علیکم. علیکم السلام. یک نفر نزد من آمد گفت که امروز من برای پر کردن گرین کارت خب رفتم و اون رو پر کردم. دعا کن که خداوند اون از من قبول کند دعایم را و ما رو موفق کند. گفت سپاریدم اما نمیدونم می شود نمی شود. یک دعا کنید می شود نمی شود. گفتم خیلی یک چی کرد. گفتم نمی شود. گفت از کجا میدونی که نمی شود؟ گفتم از شبهات معلوم است که دیگر نمی شود. به خاطر که انسان به دعایش اگر یقین نداشته باشد، به خدا اگر یقین نداشته باشد، توکلی تام نداشته باشد، خالص نداشته باشد، دعایش پذیرفته نمی شود. اگر من هم دعا کنم در حق تو، دعای من هم قبول نمی شود، برای که تو به خداوند یقینی کامل نداری، شبهه داری و میگویی که چی میشیده باشد یا نمیشیده باشد. خب دعا میکنیم میشیده باشد. پس وقتی که توکل میکنیم، وقتی در راه خدا میرویم، باید استوار باشیم، باید یقین داشته باشیم، باید توکل کنیم. پس حدیث زیبا است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که اگر شما به مانندی توکل کنید، اگر شما توکل کنید چنانی که شایسته خداوند است توکل کنید، اگر من شما رو، خداوند جل و علا شما رو به مانندی پرنده هایی که معده اشان خالی از دانه اشان میروند و وقتی بازگشت و خانه اشان معده اشان پر است، خداوند جل و علا شما رو همین گونه یعنی سیر میکند، شما رو خداوند جل و علا میکنه کامیاب میکند. یعنی انسان باید در زندگی توکل و امید داشته باشد، یقین داشته باشد به خدای خود، به قدرت خداوند خود، دعا کند و شبهه نداشته باشد، یقین داشته باشد که خداوند جل و علا قبول میکند. بله. خداوند جل و علا میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که به خداوند جل و علا تکیه کند، توکل کند، امید کند، خداوند برای او بسنده است. پس به خداوند توکل کنیم در همه کارمون، در زندگیمون، در دینمون، در تجارتمون، در تربیت فرزندانمون. توکل از توکل فرق دارد. بعضی ها این رو با اون آمیخته میکنند، بعضی ها این رو با اون آمیخته میکنند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با صحابگان نشسته بودند. یک شخصی را نظرشان گرفت که با سواران شتر خود می اومدند و او را در همون جا رها کرده اومدند که در مسجد نشستند و گفت با شترت چیکار کردی؟ گفت توکلش را به خدا کردم. این خود یک فهمیش نادرست از توکل است. گفت برو و بندش را سخت ببند و بعد توکلش را به خدا کن. چون میبینیم حاضر ماشین رو در بین راه میماند و نماز میآید. این کار اصلا درست نیست. این توکل نیست، این توکل است. یعنی هر چیز رو به حال خودش گذاشتن، این رو میگن توکل. اما توکل دیگر است. توکل زیبا است، به انسان اطمینان میدهد، به انسان خاطر جمعی و قناعتمندی میآورد. مولانا کوتاه بیان میکند. گفت پیامبر با آوازی بلند با توکل زانوی اشتر ببند. به همه نور جلو، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است. همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات. استاد میگفت سخنی است که خدا را چه خوش میبید. بسم الله توکلت الله لا حول ولا قوة الا بالله. خدا رو بسیار خوش میآمد است وقتی که انسان خودش رو به خدا میسپارد.